الان جهان هستی ما اون وسطش یک مبدل هستیم، یعنی هم میتونیم به جهان هستی پیام بفرستیم، هم میتونیم از اون پیامی رو دریافت کنیم و این پیام ها به صورت امواج هستش، یعنی موج ها هستش. 5 تا حس رو که از محیط دریافت میکنیم. پیام چی رو دریافت میکنیم؟ پیام ذهن رو دریافت میکنیم. الان شما ذهن من هستید، اگه بتونید اینو درک کنید شما الان تو ذهن منید. پیام شما، حرف شما داره به من فرستاده میشه، من با گوشم با چشمم اون پیام ها رو میبینم و اون پیام ها از طریق یه سری غدد به قسمت اندام ها میاد. من احساس شادی میکنم، احساس غم میکنم، احساس اندوه میکنم. مثلا الان ببین این بو به صورت امواج اومد توی بینی و از بینی رفت تو قسمت سر و اونجا تفسیر شد. این بوی مثلا فلان غذای، عطر گل، این بوی بده، این هرچی، اینا همشون با ارتعاش میاد. خونه بغلی مثلا یه غذایی مثل آبگوش گذاشته، شما تو این ور میفهمید اون آبگوش گذاشته چجوری این کار اتفاق بیفته. مگه شما خونه اون دیدید، آشپزخونه‌اش رفتید؟ نه، این فقط امواجه که از اون ور میاره، بوی خوب و بوی بد و خب شنیدن زمانی که شما میشنوید و همه مسائل دیگه. وقتی که شما ذهن رو تونستید متوجه بشید از کار کردش، اینکه این ذهن چی کارهایی میتونه برای ما انجام بده. ذهن یک کارخانه فکره هستش، یعنی این فکرهای ما رو این کارخونه میسازه. این باید ببینیم این کارخونه فکرهای خوب چجوری بسازه و فکرهای بعدش رو ما چجوری ازش رد بشیم. با آگاهی هایی که ما از این ذهن خواهیم داشت و اون رو انشالله بررسی میکنیم، یه سری کارهایی رو ما اینجا میخوام عملی انجام بدیم که شما به اون درکه برسید. صرف این که من بیام اینجا سخنرانی کنم و شما هم اون رو بشنوید و بعد از اینکه از اینجا رفتید اون رو به فراموشی بسپارید، این زیاد به درد نمیخوره. مثالایی میزنم تا براتون جا بیافته. ببینید شما اگر بخواهید برای اینکه عضلاتتون رو قوی کنید، نمیرید یه روز تو باشگاه، 2 روز تو باشگاه تمرین عضله و استخوان کنید. باید کم کم چند سال برید که یک تناسب اندام داشته باشید. اون اندامتون بتونه اون بدنتون رو، اون حرکت‌های خاصی را که می‌خواهید از اون ورزش بگیرید رو براتون انجام بده و توی بدنتون بشینه. ما برای اینکه بتونیم اون ذهن رو هم کنترل کنیم، همین که بتونیم ازش استفاده کنیم، نیاز به یک سری کارهایی داره. انگار که شما امروز کیفتون رو برمیدارید میرید که باشگاه 2 ساعت ورزش میکنید، میاید خونه دوباره 2 روز دیگه میرید ورزش میکنید. ما اینجا اگر بهتون تمرینی بدیم برای اینکه ذهنتون رو بتونید مدیریت کنید، بتونید اون کارهایی که برای اینکه شما بتونید تو زندگیتون برای رفع بیماریتون، مثلا میزنیم هم برای بیماری هست، هم برای کارتون هست، هم برای فیزیک و همه چیزی که توی زندگی جاری هست، برای همشون شما میتونید با کنترل ذهن ازشون استفاده کنید. ذهن ما مثل یک باغچه است. این باغچه رو علف‌های هرز زیاد میاد داخلش. شما این علف‌های هرز رو از داخلش نکشید بیرون، باغچه‌تون یک باغچه‌ای که علف‌های هرز اون رو می‌پوشونه، اون علف‌های اصلی، اون گلای اصلی توی باغچه‌تون گم میشه. هیچی از اون گلایی که قراره شما از اونها استفاده کنید یا
یا اون درختی که میخواد میوه بده، میوه هاشو شما نمیتونید ازش استفاده کنید، چون اون باغچه شما آفت زده. باغچه شما آبی که قراره به اون درخت‌ها و به میوه ها بدید، اونها رو این علف‌های هرز اومده استفاده کرده. ذهن ما هم دقیقاً مثالی که میتونم بزنم مثال همین باغچه است. اگر شما فکرایی که هرزه، فکرایی که هیچ تأثیری تو زندگی ما نداره و زندگی خودتون تأثیرات نیستش، بیاید به اونا بها بدید، کم کم اون اصلتون از بین میره. شما یک ذهنی خواهید داشت که پر از تشویشه، پر از اضطرابه، پر از رنج، درد. پس ما میخواییم از اینها مراقبت کنیم، از شادیمون مراقبت کنیم، از سلامتیمون مراقبت کنیم، از کارمون، ثروتمون، از همه چیزی که داریم اونها رو حفظ کنیم و اونها رو پرورش بدیم. این باغچه یه باغبون میخواد. شما نمیتونید شانسی زندگی کنید و گلاتون بدون که علف هرز اونها رو بگیره میوه بده یا گلاتون گل بده. یک باغبون خوب اونه که بدونه